23 آبان 1404. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی ویدیوی قبل ما اومدیم 100 تا ارز برتر مارکت رو بررسی کردیم. امروز هم میخوایم 100 تای بعدی رو بررسی کنیم، ببینیم کدومش توی نقاط منطقی و طلایی خرید هستن. امروز هم بازار ریزش کرده و خیلی از ارزها نقطه مناسب خرید هستن. ارزهای این سری رو که معرفی میکنم حد اکثر سعی کنید 3 تا 5% سرمایه‌تون رو به این ارزها اختصاص بدین. اگر قیمت ها ریزش کرد باز هم بخرین و میانگین کم کنین. ارز اول ارز دیجیتال سند هست که قیمتش الان 18 صدمه. نقطه منطقی خرید است. ارز سند ارز خوبیه. ارز THETA قیمتش 41 صدم هست توی نقطه منطقی. مانا قیمتش 20 صدم هست و نقطه منطقی خرید. ارز ایاس که الان با نام A هست و تغییر نام داده، قیمت 25 صدم. ارز NFT نقطه منطقی خرید. ارز FTM که الان تغییر نام داده به سونیک و با نماد S توی نقطه منطقی با قیمت 13 صدم. ارز بعدی CHZ هست، چیلز، که نقطه مناسب خرید هست. میتونید یه پله خرید بزنید ارز چیلز رو. ارز بعدی ارز وانینچ هست که بازم توی نقطه مناسب هست، 19 صدم قیمت این ارز. ارز بت توی نقطه مناسب هست، 17 صدم. ارز RUNE نقطه خوبیه با اینکه رشد کرده، 73 صدم. ارز بعدی SNX توی نقطه مناسب خرید هست. تعداد ارزها زیاد هستن، ارزهای خوب زیاد هستن ولی اکثرا رشد کردن و کف قیمت نیستن. ارز اکسی توی نقطه مناسب خرید هست، 1.25 کف قیمتیش هست. ارز بعدی ارز KSM قیمتش الان $10، نقطه مناسب خرید هست KSM. ارز کاوا قیمتش الان 14 صدمه، خیلی نقطه خوبیه، نقطه طلاییه. و ارز آخری هم ارز GAS هست که نقطه منطقی خرید هست.